از مدت بدین سو هموطنان ما شکایت‌های مبنی بر این که با چالش‌های جدی در ریاست پاسپورت مواجه گردیدند شکایت داشتند و گفته آنها که در بدل اخذ پاسپورت پول هنگفت از آنها مطالبه می‌گردد. اینک ریاست عمومی امنیت داخلی وزارت امور داخلی امارت اسلامی افغانستان 60 تن را در پیوند به انجام جرم‌های گوناگون بازداشت نموده که مدیر عمومی امنیت داخلی ریاست عمومی پاسپورت در این مورد چنین میگوید: بر شما بیشتر معلوم است که در این اواخر ریاست پاسپورت با بعض مشکلات روبرو بود که خصوصا این مشکلات که جور کرده بودند، کمیشنکارا جور کرده بودند که در مقابل پول گزاف از هموطنان ما پول میگرفتند و کارهای از اونها را نمیکردند و اگر میکردند هم بسیار پول گزاف. لله الحمد امارت اسلامی توانست که اینا را بگیره و دستگیر کنه که به تعداد 60 نفر کمیشنکارای بودند که تعدادشان کمیشنکاری میکردن، تعداد از یا پاسپورت جعل جور میکردن، تعداد از یا تذکره جعل جور میکردن و تعداد از یا هم اخطارنامه جعل جور میکردن به خاطر قبولیت که اینا در خارج قبولیت پیدا کنن. که الحمدلله امارت اسلامی به هیچ کس اخطارنامه نمیده. هر کسی که مجرم باشه سابقه جرمش عفو عمومی شده از طرف امیرالمؤمنین و باقی مانده از این بابت که جرم میکنه ما شکر محکمه داریم، سارنوالی داریم، تحقیق داریم، او از او طریق پیش میره. ما برای تمام هموطنان ما اطمینان میتم که هیچ وقت از هر آدرسی که برای شما اخطارنامه میآید شما قبول نکنین، به خاطر از اینکه کلش ساختگی می باشه و این باعث جگرخونی در بین ملت مظلوم افغانستان ایجاد میکنن. ان شاء الله رحمان از این بابت هیچ وقت کس نخواد پیدا شد که در داخل ریاست پاسپورت گپ از کمیشن و کمیشنکاری بزنن، چون امین کمیشنکاراست که باعث درد سر بر تمام هموطنان ما شدن که باعث گتوتی حق مظلوم میگیرن، حق بیچاره و مریض میگیرن، اینا سوء استفاده میکنن. افراد بازداشت شده با ایجاد بینظمی و هرج و مرج از هموطنان ما در مقابل چاپ پاسپورت پول هنگفت تقاضا میکردند و حتی توسط ماشین هایی که از کشور پاکستان وارد کرده بودند پاسپورت ها را به شکل غیر قانونی به چاپ میرساند. اسم من خیر محمد است که همین تذکره جعلی که پیش ما بوده، همین پرینتر، همین تاپاها، همین اخطارنامه ها کلش مربوط ما میشه به نزد ما بوده. ما به جرم خود اعتراف میکنم. همین اخطارنامه را از طرف امارت اسلامی جرم میکردیم، براشان میدادیم که اینی جعلی جرم میکردیم، خود ما جرم میکردیم براشان میدادیم که اونا بفهمند که این همین راستی است، اما جعلی بوده که از این طریق اینا برند خارج. که از شما خواهش میکنم که در مرا رها کنن، ما در آینده توبه میکنم، شست میمونم، قول میکنم دیگه این کارا را نمیکنم. معاون تخنیکی ما زمونږ مدیر د بخش هغه وختل چې خپل ویل چې دا زمونږ د فامیل دغه د اریزي دي، البته دغه اریزي چې موږ امضا کړې دي هغه په مقابل کې هغه پیسې اخیستې چې دغه په تړاو باندې مزونیت باندې هلته راوستم. زما نوم خوشحال دی، زه په بایومټریک کار کوم. ما راواخیستې بصیر په نامه باندې یو کس ته مې ورکړې چې هغه په هلته ریاست کې کار کوي، هملته د امیر د یو بخش دی، هغه ته مې ورکړې په لکه ما یو پاسپورت په 300 باندې ما هغه نفر نه اخیسته، ده ته مې په 200 باندې. اسمم شاهین شاه، فرزند خواجه بهاءالدین هستم از بغلان مرکزی. چند بار از اندیوالای خود از چند فامیل نزدیکای خود آوردم به کمیشن کار میدادم که کارشان خلاص کنه، به قیمت 400 روپیه که تجیا گپ زده بودیم که وقتی که آوردم کمیشن کارم گرفته بودن و مرا امروزشان گرفتن. نام فتح محمد است، ولد فدا محمد از ولایت کابل. ما 3 تا احکام از مصطفی نام که گفت احکام از ریاست پاسپورت گرفتیم، به 3 شخص می بردم تسلیم میکردم که در چهارراه تیمنی توسط نیروی استخبارات گرفتار شدم. در مقابل $800 3 احکام میدادم. محمد یاسر هستم، ولد محمد علی از ولایت کابل ناحیه دهم. بیادر ما در داخل ریاست پاسپورت کارمندایی که بود به نام نوید نام بر ما احکام میگرفت. ما باز برای کسی که در داخل ریاست پاسپورت رئیس بایومتریک بود برای او میبردیم، بایومتریک میکرد و داخل ریاست کس دیگه بود به نام حبیب، باز او دیتا میکرد بس. و دیگه باز ما کسی که مثال برش پاسپورت میگرفتیم ما نفر بودیم که برای امون نفر که داخل احکام میگیره کارمند است، ما برای او رخ میکردیم، باز او نفر 1000 افغانی بر ما میداد. اسمم است محمد صبور، ولد شاه محمود، باشنده ولایت کابل.
ما کمیشن کاری میکردم، اسنادا را میگرفتم از مردم، به خیر محمد تسلیم میکردم. خیر محمد میبرد اسنادا را ترتیب میکرد تا طرفه بانکش به من تحویل میکرد. من مردم میدادم در بدل $200 میبردن در بانک تحویل میکردن و مراجعه میکردن، پاسپورت میگرفتن. قابل یادآوری است که اداره پاسپورت وزارت امور داخله مسئولیت توزیع پاسپورت را به تمام شهروندان به صورت یکسان دارد و هیچ کس حق ندارد که بدون تحویل پول قانونی از مراجعین پول اخذ نماید.